سلام عرض میکنم دوستان ایماندار و خدا رو شکر میکنم برای وجود شما به برنامه از من تعلیم یابید خوش آمدید و امروز میخوایم درس پنجم رو بخونیم که عنوانش هست انجیل راه خداست برای نجات. انجیل راه خداست برای رفتن به بهشت، که امروز میخوایم از رومیان باب 1 آیه 16 بخونیم که در درس گذشته خوندیم که انسان‌ها تلاش میکنن که از راه اعمال نیک یا کارهای نیک بتونن برن بهشت و ما هفته گذشته خوندیم که هیچکی نمیتونه با اعمال نیک بره بهشت، چون کتاب مقدس میگه همه اعمال عادله ما مثل لطه ملوث میمونه، مثل دستمال کثیفه و خداوند به اعمال ما که نگاه میکنه میبینه که به گناه آلوده است و خداوند خودش راهی و فراهم کرده برای انسانها که انسانها بتونن برن بهشت. راه انسان راه هلاکته، راههای انسان، ادیان و یا کارهای نیک، این راههایی که انسانها میخوان به خدا برسن، کتاب مقدس میگه راه هلاکت آخرش، ولی راهو فقط خداوند فراهم کرده، خداوند فقط راهو تعیین کرده که ما بتونیم بریم بهشت. و در رومیان باب 1 آیه 16 کتاب مقدس میگه که انجیل راه خداست برای رفتن به بهشت. رومیان باب 1 آیه 16 میگه زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم. پولس رسول میگه زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود و پس یونانی. میگه انجیل قوت خداست برای نجات هر کس که به آن ایمان آورد. قوت که یعنی واژه یونانیش دایناموس واژه‌ایه که دینامیت رو از اون گرفتن. دینامیت یعنی قدرت انفجاری داره، انسان رو متحول میکنه، از یه انسان گناهکار رو تغییر میده و متحول میکنه که این انسان گناهکار یهو تبدیل میشه به انسان مؤمن و با خدا و به خداوند نزدیک میشه. در اول قرنتیان باب 1 آیه 17 کتاب مقدس ببین چی نوشته. پولس رسول در آیه 17 گفت که زیرا که مسیح مرا فرستاد نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام مبادا صلیب مسیح باطل شود. پس میگه که مسیح منو فرستاد نه اینکه تعمید بدم بلکه تا انجیل مسیح را بشارت دهم. پس نشون میده که غسل تعمید نمیتونه انسان رو نجات بده، بلکه بشارت انجیل عیسی مسیح که انسان رو نجات میده و از رفتن به هلاکت نجات میده. انجیل عیسی مسیح و غسل تعمید نمیتونه نجات بده انسان. آب نمیتونه گناهان رو بشوره یا انسان رو نجات بده از رفتن به جهنم. اگه یادتون باشه موقعی که عیسی مسیح مصلوب شد 2 تا دزد باهاش با عیسی مسیح مصلوب شدند و یکی از دزدا به عیسی مسیح ایمان آورد و نجات پیدا کرد و عیسی مسیح بهش گفت همین امروز با من در فردوس خواهی بود. اون دزد مرد بدون اینکه تعمید بگیره، بدون اینکه کار نیک انجام بده، رفت بهشت. عیسی مسیح گفت همین امروز با من در فردوس خواهی بود. پس نشون میده که غسل تعمید انسان رو نجات نمیده، فقط انجیل عیسی مسیح که انسان رو از رفتن به هلاکت نجات میده. پس عزیزان باید فقط به عیسی مسیح ایمان بیاریم تا عیسی مسیح انجیلش که ما رو نجات میده و نه غسل تعمید، نه چیز دیگه. و انجیل عیسی مسیح یعنی مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح. این تعریف انجیله. در اول قرنتیان باب 15 آیه 1 تا 4 اینو نوشته که پولس رسول باز میگه الان ای برادران شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قایم می باشید و به وسیله آن نیز نجات می یابید، به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید و الا عبث ایمان آوردید. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. این تعریف انجیله که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و این که مدفون شد
و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. این انجیل عیسی مسیح که یعنی عیسی مسیح بر حسب کتب برای ما مرد، برای گناهان ما مرد، دفن شد و از مردگان 3 روز بعد از مردگان زنده شد. در آیه 2 میگه و الا عبث ایمان آوردید، یعنی نشون میده که اگه انجیل نباشه ما ایمانمون عبثه. انجیل عیسی مسیح که فقط ما را نجات میده و عیسی مسیح که برای ما مرد جایگزینی برای ما شد. عیسی مسیح جایگزین ما شد، یعنی به جای اینکه ما میرفتیم جهنم مجازات میشدیم و عیسی مسیح بود که اومد به جای ما روی صلیب شکنجه دید، شلاق زدن به عیسی مسیح و تف انداختن صورتش و میخوبش کردن به صلیب و همه اعمال وحشیانه رو و روی عیسی مسیح انجام دادند به خاطر اینکه ما باید این شکنجه ها رو تحمل میکردیم توی جهنم و عیسی مسیح جایگزین ما شد. پس میبینیم عیسی مسیح میگه برای ما مرد، برای گناهان ما مرد. چرا؟ چون ما باید میمردیم، ما باید شکنجه میشدیم، ولی عیسی مسیح این شکنجه رو تحمل کرد و برای ما مرد. اینو عیسی مسیح برای ما انجام داد چون ما رو دوست داشت. خداوند ما رو محبت کرد چون میدونست ما راهی جهنم هستیم. خداوند نذاشت ما بریم جهنم، خواست که ما را نجات بده و این نجاتش هم از طریق انجیل عیسی مسیح بود که ما رو نجات داد. عیسی مسیح مثل اینه که شما یه جرمی داشته باشید، بگیم بانکو زدید یا آدم کشتی یا یه کاری انجام دادید که مجرم هستید و میرید دادگاه و دادگاه شما رو $50,000 جریمه میکنه. یه شخصی بلند میشه میاد جریمه شما رو پرداخت میکنه، $50,000 پرداخت میکنه و شما دیگه آزاد هستید. دادگاه شما رو دیگه مجرم نمیدونه. چرا؟ چون حساب شما تصفیه شده. یه شخص دیگه جایگزین شما شد که بدهی شما رو پرداخت کرد. یا اگه حساب کنید شما اگه برید زندان، یه شخصی بیاد به جای شما بره زندان، جایگزین شما بشه. این دقیقاً اون چیزی بود که عیسی مسیح نسبت به ما انجام داد. چون ما باید میرفتیم جهنم، عیسی مسیح برای ما این مجازات رو تحمل کرد روی صلیب. و اگه دقت کنید میگه بر حسب کتب عیسی مسیح برای گناهان ما مرد. چرا بر حسب کتب؟ چرا؟ چون در عهد عتیق پیشگویی شده بود. این یهو انجیل عیسی مسیح یهو به وجود نیومد. خداوند از ابتدای آفرینش عالم، قبل از اینکه خداوند حتی زمین و آسمان رو بیافرینه، خداوند برنامه ریزی کرد برای نجات انسان‌ها. چون خدا میدونست که انسان‌ها گناه خواهند کرد و برای همین خداوند نقشه کشید، برنامه ریزی کرد که انسان‌ها رو نجات بده از طریق انجیل عیسی مسیح. پس میگه بر حسب کتب، یعنی توی عهد عتیق پیشگویی شده بود. کتب یعنی کتاب‌های عهد عتیق. پیشگویی شده بود که عیسی مسیح مصلوب خواهد شد و برای گناهان ما خواهد مرد. عیسی مسیح که در آخر این جلسه خواهیم خوند از عهد عتیق، چند تا پیشگویی ها رو خواهیم خوند که ببینید چجوری توی کتاب مقدس پیشگویی شده بود که عیسی مسیح برای ما یه روزی خواهد مرد، که اومد و برای ما هم مرد. در غلاطیان باب 3 آیه 8 تا 14 هم من میخوام خدمتون بخونم. غلاطیان باب 3 آیه 8 تا 14 میگه و کتاب چون پیش دید که خدا امتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت. بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت می‌یابند، زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت میباشند. زیرا مکتوب است ملعون از هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد. اما واضح است که هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی شود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. اما شریعت از ایمان نیست، بلکه آن که به آنها عمل می کند در آنها زیست خواهد نمود. مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چنان که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون از هر که بر دار آویخته شود، تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید و تا وعده روح را به وسیله ایمان
حاصل کنیم. وعده روح را به وسیله ایمان، به وسیله عیسی مسیح ما وعده روح رو حاصل میکنیم، ما نجات رو پیدا میکنیم. و کتاب مقدس میگه ابراهیم به خداوند ایمان آورد و ایمان ابراهیم به خدا بود که ابراهیم رو عادل کرد. ابراهیم عادل محسوب شد، یعنی در حضور خداوند بدون گناه ایستاد به خاطر ایمانش، نه به خاطر اعمالش. کتاب مقدس میگه کسایی که اعمال شریعت انجام میدن باید همه رو انجام بدند و اگه کسی بلغزه در نگه داشتن شریعت گناهکاره و مجرمه و زیر لعنته. ولی عیسی مسیح میگه ما را از اعمال شریعت، از لعنت شریعت ما را آزاد کرد عیسی مسیح. هللویا بر عیسی مسیح. در یعقوب باب 2 آیه 10 میگه که اگه تمامی شریعت را نگه داریم ما و در یک جزو بلغزیم ملزم همه میباشیم. این یعنی اینکه اگر ما همه اعمال شریعت و همه اعمال مذهبی رو انجام بدیم، نمیدونم نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، خمس زکاتمون رو بدیم، حجمون رو بریم، کلیسامون رو بریم، تمامی اعمال مذهبی رو انجام بدیم، فقط در یک جزو بلغزیم، اگه یه بار نمازمون از دست بره یا نتونیم نماز بخونیم یا یه بار نتونیم کلیسا بریم، اگه این اعمال مذهبی انجام بدیم یه بار اگه بلغزیم، کتاب مقدس میگه ما ملزم همه میباشیم و مجرم هستیم در حضور خداوند و باید تا ابد مجازات بشیم. ولی عیسی مسیح خدا را شکر که ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، چون کسی نمیتونه با اعمال شریعت بره بهشت، کسی نمیتونه تمام شریعت رو نگه داره، هیچ کی نیست. تنها کسی که تونست تمام شریعت رو نگه داره خود عیسی مسیح بود که تمامی شریعت رو نگه داشت، هیچ گناهی نکرد عیسی مسیح. و عیسی مسیح تنها کسیه که لایقه که منجی تمام دنیا باشه. همه پیامبرا از دم گناه کردند، همه انسان ها چه خوب چه بد، البته خوب نداریم، همه انسان ها گناهکارند، چه پیامبر باشند چه آدمای معمولی، همشون گناهکار بودند، همشون زیر لعنت بودن. ولی خداوند اومد برای همه انسان ها، برای همه پیامبرا روی صلیب مصلوب شد که ما را از لعنت شریعت آزاد کرد. در غلاطیان باب 3 آیه 10 میگه که زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت میباشند، زیرا که مکتوب است. باز میگه زیرا مکتوب است، یعنی در کتاب عهد عتیق نوشته شده که ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آورد. پس کتاب مقدس میگه اگه شریعت رو میخوای نگهداری باید همشو، تمامی کتاب شریعت و اعمال شریعت رو باید نگهداری، که کسی رو نداریم توی دنیا که بتونه تمامی شریعت رو نگه داره. و پس آیه 11 تا 12 میگه که فقط با ایمان به کلام خداوند ما میتونیم عادل محسوب بشیم. میگه اما واضح است که هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی شود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. عادل، شخصی که عادله، شخصی که واقعا بیگناه، به ایمان زیست میکنه و کسی بیگناه نیست. ولی به کلام خدا که ایمان میاری، کلام خداوند میگه که به عیسی مسیح ایمان بیار، عیسی مسیح فدیه گناهان تو شد. و اگه به کلام خداوند ایمان بیاری، به عیسی مسیح ایمان داشته باشی، در حضور خداوند عادل شمرده میشی. آیه 12 میگه اما شریعت از ایمان نیست، بلکه آنکه به آنها عمل میکند در آنها زیست خواهد نمود. در غلاطیان باب 3 آیه 13 میگه که مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چنان که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون است هر که بر دار آویخته شود. باز میگه در عهد عتیق نوشته شده که ملعون است هر که بر دار آویخته شود. عیسی مسیح که بر دار آویخته شد روی صلیب ملعون شد برای ما. لعنتی که در انتظار ما بود تا ابد توی جهنم، ما باید ملعون می شدیم، زیر لعنت خدا، زیر غضب خدا باید می بودیم. عیسی مسیح اینو برای ما تحمل کرد تا ما بتونیم آزاد بشیم از لعنت خداوند. و عیسی مسیح انقدر ما را دوست داشت که این کار برای ما انجام داد. آیه 14 میگه تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید. خداوند از طریق ابراهیم مسیح رو به جهان فرستاد که از طریق عیسی مسیح اون برکات ابراهیم که خداوند به ابراهیم وعده داد که از تو همه امتها را برکت خواهم داد،
از طریق ابراهیم خداوند همه دنیا رو به وسیله عیسی مسیح که به این دنیا آمد همه دنیا رو برکت داد. امت‌ها میتونن به عیسی مسیح ایمان بیارن، امت‌هایی که خدا رو نمیشناختند، نمیدونستن خداوند یهوه کیه، خداوند عیسی مسیح کیه، موقعی که به عیسی ایمان میارند میشن فرزندان خدا و برکت میگیرند و وعده روح القدس رو دریافت میکنن. روح خداوند میاد در اینا ساکن میشه. پس میگه که انجیل عیسی مسیح میگه بر حسب کتب عیسی مسیح برای ما مرد. بر حسب کتب یعنی پیشگویی بود درباره عیسی مسیح. در عهد عتیق یعنی در عهد عتیق راجع به آمدن عیسی مسیح پیشگویی شده بود. اولین پیشگویی در ابتدای آفرینش در پیدایش باب 3 آیه 15 اومده که خداوند همون زمانی که آدم و حوا گناه کردن علیه خداوند، میوه رو ورداشتن خوردند، میوه شناخت خوب و بد رو خوردند و علیه خداوند گناه کردند، خداوند هنوز اینا رو دوست داشت، هنوز میخواست که اینا رو نجات بده و بهشون وعده داد. موقعی که شیطان حوا رو فریب داد، گمراهش کرد که این میوه رو بخوره، خداوند ببین چه وعده ای داد. در پیدایش باب 3 آیه 15 خداوند به اون مار، به شیطان گفت و عداوت یعنی دشمنی و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. راجع به ذریت مار و ذریت زن خداوند صحبت میکنه. ذریت زن منظورشون کسی که از زن باکره به دنیا میاد، اون شخصی که میاد به عنوان نجات دهنده میاد تو این دنیا. میگه تو پاشنه وی را خواهی گزید. پاشنه اون شخصی که از ذریت زن میاد پاشنه‌شو خواهی گزید، یعنی تو اونو خواهی کشت، اما میگه که او سر تو را خواهد کوبید. سر تو را، سر شیطان رو، سر ما رو خواهد کوبید. که این عیسی مسیح بود که دلالت داره برای عیسی مسیح که روی صلیب که مرد عیسی مسیح، آره شیطان اینو مصلوبش کرد، کشتش عیسی مسیح رو، ولی 3 روز بعد از مردگان، هللویا، که عیسی مسیح توی قبر نموند. عیسی مسیح بر مرگ و دنیای مردگان و بر شیطان پیروز شد و 3 روز بعد از مردگان زنده شد و سر ما رو کوبید، لهش کرد و شیطان رو شکست داد و شیطان دیگه قدرت نداره بر مسیح، شیطان قدرت نداره بر مسیحیان و کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارند از قدرت شیطان و گناه آزاد میشن. چرا؟ چون خداوند بهشون روح خودشو میده، روح القدس میده که میتونن اینا پیروز بشن بر شیطان و شیطان هیچ قدرتی بر ما نداره. و در پیدایش باب 3 آیه 21 میبینیم که خداوند موقعی که آدم و حوا گناه کردن اینا لخت بودند و موقعی که خداوند اومد دنبالشون، اینا رفتن خودشونو پشت درخت قائم کردند و خداوند صداشون کرد، گفت آدم، حوا، کجایید؟ و آدم و حوا پشت درخت خودشونو قائم کرده بودند. گفتن که ما ترسیدیم موقعی که صدای تو رو شنیدیم، گفت چون لخت بودیم و خجالت کشیدیم. گفت کی به شما گفت که لختید؟ کی به شما گفت که خجالت چیه؟ و موقعی که اینا گناه نکرده بودن، اینا لخت مادرزاد بودن و نمیدونستن گناه چیه، ولی موقعی که میوه رو خوردن، گناه کردن علیه خداوند، یهو شرم و خجالت اومد توی دنیا و اینا بدی رو فهمیدن، گناه رو فهمیدن و رفتن خودشون رو قائم کردن. و خداوند برای اینکه لختی آدم حوا رو بپوشونه، حیوانی رو قربانی کرد، خونش رو ریخت و پوست حیوان رو ورداشت. خداوند با پوست حیوان لباسی برای آدم حوا دوخت و با پوست حیوان لختی اینا رو پوشوند. لختی آدم حوا تصویری از گناهان آدم حوا بود که یعنی گناهان آدم حوا رو خداوند با پوست حیوان، با قربانی که کرد، خون حیوان رو ریخت، با پوست حیوان لختیشون رو، یعنی گناهانشون رو پوشش داد، یعنی بخشید. پس می‌بینیم که عزیزان از ابتدای آفرینش خون قربانی باید ریخته میشد برای پوشش گناه، پوشش لختی. در پیدایش باب 22 میخونیم که خداوند به ابراهیم گفت که پسرت اسحاق رو وردار و ببر بالای کوه موریا و اونجا پسرت اسحاق رو قربانی کن. و ابراهیم ورداشت پسرش رو، رفت بالای کوه
و میخواست که پسرشو قربانی کنه، چاقوشو ورداشت که بزنه به اسحاق که بکشه پسرشو، و خداوند فرشته رو فرستاد. فرشته گفت ابراهیم ابراهیم، گفت دست نگهدار، پسرتو نکش، چون حالا فهمیدم که تو از خدا میترسی. و دید که یه گوچی هستش کنار بوته، گفت گوچو وردار به جای پسرت قربانی کن. و ابراهیم گوچو ورداشت و به جای پسرش اسحاق قربانی کرد، که باز تصویری بود که در آینده یه شخصی میاد که فدیه گناهان ما بشه، قربانی ما انسان ها بشه، که از اول پیدایش میبینیم که خداوند همیشه قربانی میخواد، قربانی گناه میخواد، قربانی خون میخواد خداوند از ما. و در خروج باب 12 میخونیم موقعی که بنی اسرائیل از مصر اومدن بیرون و اومدن توی بیابون، در خروج باب 12 خداوند که بنی اسرائیل از دست مصریان نجات داد، در شب آخری که میخواستن اینا بیان بیرون از مصر آزاد بشن، خداوند به بنی اسرائیل گفت که هر خونه‌ای باید قربانی کنه، باید گوسفندی قربانی کنه، خونشو بریزه توی لگنی و با برگ درخت، با یه شاخه درخت ورداره بماله به خون، و با اون برگ خون رو بماله به چارچوب دروازه در. و فرشته خداوند از سرزمین مصر عبور خواهد کرد و در هر خانه‌ای خون رو مشاهده کنه عبور خواهد کرد و به اون خونه دست نخواهد زد. ولی اگر هر خانه‌ای خون قربانی بره نداشته باشه، نخستاده اون خانواده رو هلاک خواهد کرد فرشته. و بنی اسرائیل اومدن قربانی انجام دادن، گوسفند رو سر بریدن و خونشون رو ریختن توی لگن و با برگ درخت برداشتن خون رو مالیدن به چارچوب در، و فرشته خداوند اومد رد شد و هر خونه‌ای که خون بره نداشت در چارچوب در، نخستادهشون هلاک شد. خود فرعون بلند شد دید که نخستاده خودش، پسر بزرگ خودش افتاده زمین و مرده، و یهو داد بیداد در شهر به پا شد. خیلی از پسرها، خیلی از نخستاده های مردم مرده بودن، ولی اون کسایی که به خداوند اعتماد کردن، به کلام خداوند ایمان آوردن و انجام دادن اون چیزی که خدا ازشون خواسته بود، نجات پیدا کردن و هیچ طورشون نشد و خداوند با خون بره اینا رو نجات داد. و بعد در لاویان باب 16 آیه 15 تا 16 بنی اسرائیل اومدن توی بیابون موقعی که از مصر اومدن بیرون، آزاد شدن و رفتن خیمه عبادت درست کردن و خداوند اونجا بهشون قوانینی داد. در لاویان باب 16 آیه 15 تا 16 میخونیم که خداوند گفت که پس بز قربانی گناه را که برای قوم است ذبح نماید و خونش را به اندرون حجاب بیاورد و با خونش چنان که با خون گاو عمل کرده بود عمل کند و آن را بر کرسی رحمت و پیش روی کرسی رحمت بپاشد و برای قدس کفاره نماید به سبب نجاسات بنی اسرائیل و به سبب تقصیرهای ایشان با تمامی گناهان ایشان و برای خیمه اجتماع که با ایشان در میان نجاسات ایشان ساکن است همچنین بکند. خداوند بهشون دستور داد که باید بره بیارید، قربانی خون، قربانی گاو و گوسفند داشته باشید، که یعنی به جای اینکه خود انسان ها برای گناهانشون مجازات بشن، گفت بیارید گوسفند، بیارید گاو، بیارید اونا، بذار گاو و گوسفند مجازات بشن به جای شما. و اینا این کار رو انجام دادن. میگه کاهن باید بره می آورد، قربانی میکرد و خونش رو میبرد داخل قدس الاقداس و میریخت روی کرسی رحمت خداوند. و خداوند موقعی که خون قربانی رو میدید خشمش فرو مینشست خداوند و دیگه گناهان بنی اسرائیل رو چشم‌پوشی میکرد ازش و عقب مینداخت. پس میبینیم خداوند همیشه در عهد عتیق قربانی خون میخواست و در عهد جدیدم در یوحنا باب 1 آیه 29 موقعی که عیسی مسیح اومد شروع به خدمت کرد، در سن 30 سالگی شروع کرد به خدمت کردن در رود اردن، اومد سراغ یحیی که از یحیی تعمید بگیره و خدمت خودش شروع کنه. و یحیی تعمید دهنده در یوحنا باب 1 آیه 29 ببین بهش چی گفت. یوحنا باب 1 آیه 29 که یحیی تعمید دهنده
به مردم چنین خطاب کرد. آیه 29: و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می آید. پس گفت اینک بره خدا که گناه جهان را برمی دارد. یحیی گفت این است بره خدا که گناه جهان را برمی دارد. پس یحیی تامین دهنده می دونست که عیسی مسیح همون بره خدا بود که باید می اومد طبق پیشگویی های عهد عتیق، باید می اومد و اون قربانی های عهد عتیق رو کامل می کرد. و عیسی مسیح گفت بره خداست که گناه جهان را، نه فقط عده‌ای، بلکه گناه تمام دنیا را بر می دارد. و عیسی مسیح چنین کاری کرد، روی صلیب فدیه گناهان ما شد و بره گناهان ما شد. در عبرانیان باب 10 اگر بخونیم میگه زیرا که چون شریعت را سایه نعمتهای آینده است، نه نفس صورت آن چیزها. میگه شریعت توی عهد عتیق که شریعت بود که باید قربانی میگذرانیدی برای خداوند، قربانی تقدیم میکردی، میگه این شریعت سایه نعمتهای آینده است. یعنی سایه‌ای بود که نعمتی میاد در آینده شخصی میاد که اون قربانی ها رو کامل کنه. پس این قربانی های عهد عتیق سایه بود، نه خودش، نه نفس صورت آن چیز، یعنی نه خود آن قربانی کامل، بلکه سایش بود. سایه خود یه چیزی اگه در مقابل خورشید قرار بدید می‌بینید سایه میفته. اون سایه خود اون شیء نیست، بلکه اون شیء خودشه. و سایه فقط یه تصویریه که سایه را اگه برید جلوتر میخورید به اون خود اون چیزی که گذاشتید جلوی آفتاب. پس عیسی مسیح خود اون بره بود. اون قربانی های عهد عتیق توی شریعت بود، اونا سایه بود، یه سایه نعمت های آینده، یعنی نعمتی که در آینده میاد که خود عیسی مسیح بود، که عیسی مسیح اومد که فدیه گناهان ما شد، قربانی کامل ما شد. میگه آن هرگز نمیتواند هر سال به همان قربانی هایی که به پیوسته میگذرانند تقرب جویندگان را کامل گرداند. میگه اون قربانی های عهد عتیق نمیتونست کسایی که میخواستن نزدیک به خدا بشند، نمیتونست اینا را کامل کنه، یعنی از گناهان ببخشه، بلکه سایه بود. عبرانیان باب 10 آیه 2 میخونم خدمتون: و الا آیا گذرانیدن آنها موقوف نمیشد؟ چون که عبادت کنندگان بعد از آن که یک بار پاک شدند دیگر حس گناهان را در ضمیر نداشتند. میگه اگه اون قربانی های عهد عتیق میتونست گناهان رو بیامرزه، میگه آیا موقوف نمیشد؟ متوقف نمیشد؟ ولی اینا باید هر سال انجام میدادن، همیشه باید این کار انجام میدادن. چرا؟ چون میگه حس گناه در ضمیرشون بود، در وجدانشون گناه بود، چون میدونستن که گناهکاران هی می آوردن تکرار میکردن. چرا؟ چون قربانی های عهد عتیق نمیتونست گناهانو بپوشونه، فقط سایه بود. سایه‌ای بود که عیسی مسیح میاد یه روزی و فدیه گناهان ما خواهد شد، که قربانی کامل بود عیسی مسیح که روی صلیب برای ما مصلوب شد. آیه 4 عبرانیان 10:4 میگه زیرا محال است که خون گاوها و بزها رفع گناهان را بکند. محال است که خون اون قربانی های عهد عتیق رفع گناهان را بکند، پس نمیتونست گناهان رو از بین ببره. آیه 10 میگه و به این اراده مقدس شده ایم به قربانی جسد عیسی مسیح یک مرتبه فقط. میگه به وسیله جسد عیسی مسیح که روی صلیب برای ما مصلوب شد یک مرتبه فقط یه مرتبه عیسی مسیح قربانی شد، به وسیله اون قربانی یه مرتبه ما مقدس شده ایم. مقدس یعنی عاری از هر گونه گناه، در حضور خداوند مقدس میتونیم بایستیم با ایمان به عیسی مسیح، نه با غسل تعمید، نه با اعمال خوب و کردار نیک و نمیدونم رفتار خوب، گفتار خوب. نه، این چیزا خوبه که آدم اعمال خوبی داشته باشه، ولی این یه وظیفه است، یه وظیفه‌ایه که همه ما باید انجام بدیم. باید آدم خوبی باشیم، باید گفتار خوب داشته باشیم، رفتار خوب داشته باشیم، کردار خوب داشته باشیم. این وظیفه است. ولی مشکل ما گناهه. ما مشکل بزرگی داریم که گناه که انجام میدیم ما مجرم هستیم، در حضور خداوند گناهکاریم و مجازات هستش برای گناهان ما، که خداوند عیسی مسیح خواست ما را از مجازات گناه که جهنمه، خواست ما را نجات بده، که برای همین فدیه گناهان ما شد. عبرانیان 10 آیه 11 و 12 میگه و هر کاهن
هر روزه به خدمت مشغول بوده می ایستد و همان قربانی ها را مکررا می گذراند که هرگز رفع گناهان را نمی تواند کرد. کاهنان هر روزه می ایستادن که قربانی انجام بدن که هرگز نمیتونه رفع گناهان بکنه. لکن او، یعنی عیسی مسیح، چون یک قربانی برای گناهان گذرانید، به دست راست خدا بنشست تا ابدالآباد. هللویا. عیسی مسیح یک بار برای گناهان ما مصلوب شد و به دست راست خداوند نشست تا ابدالآباد. پس خبر خوش انجیل عزیزان، خبر خوش این است که عیسی برای گناهان ما مرد، بر حسب کتب، یعنی طبق پیشگویی های عهد عتیق دفن شد و از مردگان زنده شد. عبرانیان باب 9 آیه 12 میخونیم که میگه و نه به خون بزها و گوساله ها، بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را یافت. عیسی مسیح یه بار خون خودشو برد کجا؟ نه به معبد در اورشلیم، بلکه به مکان اقدس، به بهشت، یعنی در حضور خدای پدر. خون خودشو برد اونجا، تقدیم کرد به خدای پدر و خدای پدر موقعی که خون پسرشو دید گفت حالا خشم من فرو نشست، حالا من اون کسایی که به تو ایمان خواهند آورد نجات خواهم داد. و خداوند از گناهان ما چشم پوشی میکنه موقعی که به عیسی مسیح، به پسرش ایمان میاریم که فدیه گناهان ما شد و خداوند گناهان ما رو نمیبینه. عبرانیان 9 13 تا 14 میگه که زیرا هرگاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله چون بر آلودگان پاشیده می شود تا به طهارت جسمی مقدس می سازد، پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید؟ میگه خون عیسی مسیح به روح ازلی خودش که بی عیب بود. خداوند عیسی مسیح تنها کسی بود که بی عیب، بی گناه بود. ضمیر ما را موقعی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، ضمیر یعنی وجدان ما را از اعمال مرده طاهر میکنه. از گناهان، یعنی اعمال مرده یعنی گناهان، یعنی اعمال شریعت، یعنی اون اعمالی که انجام میدادیم که مرده بود. خداوند میگه این اعمالی که انجام میدی که میخوای بری بهش، اینا مرده است، زنده نیست. قربانی عیسی مسیح زنده است و خون عیسی مسیح زنده است و ما رو نجات میده. پس عزیزان، عیسی مسیح قربانی کاملی بود که برای ما عیسی مسیح انجام داد. آیه 15 عبرانیان 9 میگه و از این جهت او متوسط عهد تازه‌ای است. از این جهت که عیسی مسیح فدیه گناهان ما شد، متوسط یعنی واسطه عهد تازه‌ای است تا چون موت برای کفاره تقصیرات عهد اول به وقوع آمد، خوانده شدگان وعده میراث ابدی را بیابند. خوانده شدگان کسایی که خوانده شدند، میان به انجیل عیسی مسیح ایمان میارند، وعده میراث ابدی را به دست میآورند. وعده میراث ابدی یعنی همون بهشت، یعنی حیات جاودان را به دست میآورند. فقط با ایمان به کفاره عیسی مسیح، به قربانی عیسی مسیح که ما میتونیم تبرئه بشیم، آزاد بشیم از گناهان و شسته بشیم. عبرانیان 9 24 تا 28 میگه زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی است، بلکه به خود آسمان، تا آنکه الان در حضور خدا به جهت ما ظاهر شود، و نه آنکه جان خود را بارها قربانی کند، مانند آن رئیس کهنه که هر سال با خون دیگری به مکان اقدس داخل می شود. زیرا در این صورت می بایست که او از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد، لکن الان یک مرتبه. ببین چند بار خداوند تکرار میکنه در کلامش، میگه یک مرتبه. همون یک مرتبه کافی بود برای تمامی دنیا. الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد. تا خداوند عیسی مسیح به قربانی خود گناه را محو سازد، یعنی کلاً از بین ببرد. و چنان که مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزا یافتن مقرر است، مردم را یک بار مردن و روز جزا مقرره، یعنی هر کسی که توی دنیا هستش
یه روزی باید بمیره، مقرر شده، تعیین شده که هر شخص باید بمیره و بعد از آن کتاب مقدس میگه جزا یافتن، بعد از مردن روز جزا هستش. آیه 28 میگه همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او میباشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات. هللویا. عیسی مسیح میگه بار دیگه میاد برای ما، برای کسایی که منتظر خداوند عیسی مسیح هستند ظهور خواهد کرد عیسی مسیح. هللویا. برای وعده خداوند که عیسی مسیح به زودی خواهد آمد. میخوایم ببینیم که عیسی مسیح چه صلاحیتی داشت که منجی تمامی دنیا بشه. چجوری عیسی مسیح صلاحیت رو داشت که نجات دهنده همه دنیا بشه. 5 نشونه میخوام بهتون بدم که عیسی مسیح تنها کسی بود که تو این دنیا صلاحیت داره که منجی تمامی دنیا بشه. هیچ شخصی نیومده توی دنیا که بتونه صلاحیت داشته باشه که فدی گناهان همه دنیا بشه. فقط عیسی مسیح این صلاحیت داره. چجوری 5 نشانه هستش که نشانه اول خود عیسی مسیحه که عیسی مسیح خودش ادعا کرد در یوحنا باب 5 آیه 31 تا 39 گفت که من که با شما سخن میگویم همانم. گفتن که تو آیا همون مسیح موعود هستی؟ عیسی مسیح گفت من هستم. همون که شما میگید آره من هستم، من همون مسیح موعود هستم. عیسی مسیح خودش ادعا کرد، گفت به یهودیا گفت قبل از اینکه ابراهیم بود من هستم، قبل از اینکه ابراهیم بود من هستم. من هستم اسم خداونده. خداوند به موسی گفت من هستم، بگو که من هستم مرا نزد شما فرستاده. عیسی مسیح گفت من هستم، همون یهوه، یعنی عیسی مسیح گفت من یهوه هستم، گفت من همون مسیح هستم. خب پس نشونه اول ادعای خود عیسی مسیح بود که عیسی مسیح گفت من همون مسیح موعود هستم. و دومین نشونه ای که هستش که عیسی مسیح صلاحیت منجی تمام دنیا را داشته باشه اینه که یحیای تعمید دهنده به او شهادت داد. یحیای تعمید دهنده گفت ببینید این است بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. یحیی به شهادت داد. سومین نشونه اینه که عیسی مسیح به خاطر اعمالی که انجام داد، یعنی معجزات عیسی مسیح ثابت کرد که عیسی مسیح همون مسیح موعوده که نجات دهنده دنیاست. کسی نیومده تو این دنیا که بتونه مرده رو زنده کنه. کسی نیومده تو این دنیا بتونه همه مریضان رو شفا بده. کسی نیومده تو این دنیا تا حالا که بتونه گناهان ببخشه. عیسی مسیح گناهان بخشید. کسی نیومده تو این دنیا که بتونه طوفان دریا رو ساکن کنه. به طبیعت مسلط بود عیسی مسیح. و کسی نیومده تو این دنیا بتونه 5000 نفر رو با 5 تا نون و 2 تا ماهی سیر کنه. عیسی مسیح همه این معجزات انجام داد و نشون داد که معجزات عیسی مسیح نشون میده که عیسی مسیح همون مسیح موعوده، همون نجات دهنده تمامی دنیاست که در عهد عتیق پیشگویی شده بود. و چهارمین نشانه که عیسی مسیح صلاحیت داشت که مسیح موعود باشه، نجات دهنده دنیا باشه، خدای پدره، که شهادت خدای پدره، که خدای پدر شهادت داد. اگه یادتون باشه موقعی که عیسی مسیح توسط یحیی تعمید گرفت، کتاب مقدس میگه که صدایی از آسمان رسید از خدای پدر. خدای پدر در متی باب 3 آیه 17 گفت که این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. همه صدای پدر رو شنیدند. خدای پدر شهادت داد که این پسر منه، این همون مسیح موعوده، این همون شخصیه که من پیشگویی کرده بودم که نجات دهنده تمام دنیا خواهد بود. و پنجمین نشونه‌ای که عیسی مسیح نجات دهنده دنیاست اینه که کلام خداوند، یعنی کتاب مقدس، گفته که عیسی مسیح همون مسیح موعوده. کتاب مقدس همش راجع به عیسی مسیح نوشته. از تمامی صفحات کتاب مقدس، از پیدایش تا مکاشفه را که میخونید میبینید اشاره میشه به عیسی مسیح، چه غیر مستقیم چه مستقیم، همش اشاره است به عیسی مسیح که کتاب مقدس شهادت میده که عیسی مسیح همون مسیح موعوده و نجات دهنده دنیاست. به عنوان مثال کتاب مقدس در عهد عتیق در میکا باب 5 آیه 2 پیشگویی میکنه که عیسی مسیح کجا باید به دنیا می اومد. در میکای نبی باب 5 آیه 2 میگه که ای بتلهم افراته، اگرچه در هزارهای یهودا کوچک باشی ولی از تو
او کسی بیرون خواهد آمد که حاکم باشد بر اسرائیل، کسی که بیرون رفتن‌های، کسی که طلوع‌های او یعنی از قدیم از ایام ازل بوده است. کتاب مقدس پیشگویی میکنه که از بیت لحم اون مسیح موعود به دنیا خواهد آمد و در متی میخونیم که عیسی مسیح توی بیت لحم به دنیا آمد. متی باب 2 آیه 1 میگه و چون عیسی در ایام هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودی تولد یافت، در بیت لحم یهودی تولد یافت. پس میبینیم پیشگویی میکای نبی که 700 سال قبل از مسیح پیشگویی شده بود در عهد جدید 700 سال بعدش تحقق یافت. یا در اشعیا باب 7 آیه 14 میخونیم که کتاب مقدس پیشگویی میکنه که عیسی مسیح از یه باکره به دنیا خواهد آمد. میگه که زیرا خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامل شده پسری خواهد زایید و اسم او را امانوئل خواهند خواند. پس در عهد جدید میخونیم که باکره یعنی مریم که باکره بود حامله شد و عیسی مسیح به دنیا اومد و اسمشو گذاشتن امانوئل یعنی خدا با ما، یعنی خدا با ما، خدا اومد که با ما باشه و میان ما ساکن بشه. در اشعیا باب 53 اشعیا باب 53 آیه 1 تا 12 پیشگویی میکنه راجع به عیسی مسیح که میگه عیسی مسیح به سبب تقصیرهای ما او مصلوب شد، به سبب گناهان ما او مضروب شد. میگه حتی اشاره میکنه که عیسی مسیح برای گناهان ما، برای تقصیرهای ما مضروب شد و جزو خطاکاران محسوب شد، یعنی با 2 تا دوز مصلوب شد. پیشگویی میکنه در عهد عتیق بارها و بارها که عیسی مسیح کجا باید به دنیا بیاد، چجوری باید به دنیا بیاد پیشگویی میکنه و در عهد جدید میخونیم که عیسی مسیح تمامی اون پیشگویی ها رو به تحقق رساند عیسی مسیح. پس عزیزان میبینیم که انجیل عیسی مسیح قوت خداست برای نجات هر شخص که به آن ایمان آورد. انجیل تنها راه دیگه نیستش. مذهب نمیتونه نجات بده. هر چقدر مؤمن باشید، هر چقدر اعمال مذهبی انجام بدید، هر چقدر کارهای ثواب انجام بدید، نمیتونید برید بهشت. چرا؟ چون مشکل گناه دارید. مثل من مشکل گناه دارم، من گناهکارم مثل شما، مثل همه پیامبرا من گناهکارم. همه پیامبرا گناهکار بودند. همه انسان‌هایی که از آدم و حوا متولد شدند گناهکار هستند و نیاز به نجات دارند. و از اول پیدایش از آدم و حوا تا آخر می‌بینیم که خداوند همیشه قربانی می‌خواست و همشون سایه‌ای بود از قربانی کامل خداوند برای خدا عیسی مسیح که یه روزی میاد تو این دنیا که فدیه گناهان ما بشه و بمیره. که عیسی مسیح اومد و اون پیشگویی‌های عهد عتیق را به کمال رسوند و فدیه گناهان ما شد تا ما بتونیم با ایمان، فقط با ایمان، کتاب مقدس میگه با عادل، زیرا عادل به ایمان زیست خواهد کرد. فقط با ایمانی که به عیسی مسیح میاریم ما از مجازات گناه آزاد میشیم، از گناهانمون آمرزیده میشیم و راهی بهشت هستیم و میشیم فرزندان خدا و میتونیم بریم بهشت. این وعده خداست. کتاب مقدس میگه زیرا انجیل قوت خداست برای نجات هر شخص که به آن ایمان آورد، اول یهودی و پس یونانی. پس بیایید عزیزان دعا کنیم و بعد جلسه رو خاتمه بدیم. بیاید دعا کنیم. خداوند تو رو سپاس میگیم برای انجیل عیسی مسیح که تنها راهه و قوت خداست. انجیل عیسی مسیح خبر خوشی که خداوند تو به ما دادی که میتونیم ما نجات پیدا کنیم از رفتن به جهنم، و خبر خوشی که عیسی مسیح به جای ما مرد بر حسب کتب و دفن شد و بعد از مردگان دوباره زنده شد. و خداوند دعا میکنم برای این کسایی که نجات رو ندارن، مطمئن نیستن که میرن بهش یا نه. خداوند دعا میکنم که همین امروز بتونند به تو ایمان بیارند و با ایمان به انجیل عیسی مسیح بتونن نجات تو رو دریافت کنن، بتونن پی ببرن که گناهکار هستن و نیاز به نجات دهنده دارن، نیاز به یک جایگزین دارند، نیاز به کفاره دارن. عیسی مسیح کفاره کامل بود، فدیه کاملی بود برای گناهان ما. هیچ چیزی نمیتونه گناهان ما رو بیامرزه جز خون عیسی مسیح که فدیه کاملی بود بر روی عیسی مسیح یک مرتبه برای تمامی دنیا. خداوندا تمامی دعاها رو در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.